دردناکترین موجودات تاریخ تا حالا میدونید چیا بودن؟ تو این ویدیو خب اشاره میکنم به چند تاش. اولیش چکمه اسپانیایی که در دوره تفتیش عقاید ابدا شد. یک ابزار بازجویی ساده ولی بسیار موثر بود. چی میخواست؟ تنها 4 تیکه چوب و یه سری میله های تیز که به این چوب ها وصل میشدن. قربانی رو روی یه نیمکت مینشوندن، پاهاش رو بین 2 تا تخته چوب محکم میکردن و بعدش هم یک توپ بزرگ چوبی بین تخته ها میذاشتن. شکنجهگر میومد بالا سرش و یه چکش بزرگ برمیداشت و میپرسید مطمئن نمیخوای اعتراف کنی؟ اگه میگفتی نه، یک ضربه بسیار محکم میزد به اون توپ چوبی. توپ باعث میشد که اون میله‌های فلزی وارد پات بشن و استخونهای ساقت رو میشکستن و گوشت ساق پات رو هم له میکردن و خب درد بسیار فوق‌العاده‌ای داشت و این تازه شروع کار بود. ضربه‌های بعدی پا رو کاملا از بین میبرد و نابود میکرد، هرچند تو ضربه اول هم تقریبا پا کاملا نابود میشد و از بین میرفت. خب اسکاتلندی ها و فرانسوی ها هم نسخه خودشون داشتن. فرانسوی ها پاهای قربانی رو تو چکمه آهنی میذاشتن و آب جوش یا روغن داغ یا حتی تو بعضی موارد با سرب مذاب پرش میکردن. سرب خالص توی 328 درجه سانتیگراد ذوب میشه. این فقط برای مقایسهش میخوام بگم، فقط 2 ثانیه قرار گرفتن در معرض آب 66 درجه کافیه برای سوختگی درجه 3. حالا شما فکر کنی سرب مذاب 328 درجه گرما رو بریزن تو پاتون. مورد دوم، کور کردن چشم. این کار بین یونانیان باستان، پارسیان و امپراتوری بیزانس رایج بود. خب شاید مشهورترین مثالش کاری بود که امپراتور بیزانسی باسیل دوم بعد از شکست بلغارها در نبرد کلدیون انجام داد. باسیل هزاران سرباز دشمن رو اسیر کرده بود و دستور داد مردها رو به گروه‌های 100 نفره تقسیم کنن و از هر 100 نفر 99 نفر رو کاملا کور می‌کردن و اون 1 نفر رو باقی می‌ذاشتن که فقط یک چشمش سالم باشه تا بتونه بقیه رو راهنمایی کنه که برگردن پیش فرماندهشون. طبق افسانه‌ها این کور کردن دست جمعی روی 15,000 مرد انجام شد که به خاطر همین به باسیل لقب کشنده بلغارها رو دادن. خب حالا ببینین، کور کردن هم معمولا با میله های داغ انجام میشد که تو حفره چشم فرو میکردن و چشم از داخل جمجمه میسوزوندن. روش های دیگه هم داشت، مثل با قاشق بریدن با تیغه یا استفاده از فشار زیاد برای ترکوندن چشم ها. اگه واقعا هم دیگه یک کسی میخواست بدترین کار رو بکنه، روی صندلی میبستن و یه فنجون از مایه های خورنده میذاشتن بالای چشم. این مایه های خورنده کم کم خود فنجون رو حل میکردن تو خودشون و چیکه چیکه میریختن تو چشم این فرد. یا ببینین دیگه چقدر دردناک میتونه. نیمکت بب، این یه ابزار شکنجه چینیه که از دوره امپراتوری تا امروز میگن در چین استفاده میشه. حالا نمیدونیم واقعا استفاده میشه یا نه. توی دوره سلسله مینگ و همون سلسله که اون موقع بودن بین قرن 14 و 20 سیستم قضایی برای محکومیت قانونی مجرم به اعتراف نیاز داشت، چون پزشکی قانونی اون موقع چندان پیشرفت خوبی نداشت. خب حالا این نیمکت چیکار میکرد؟ خیلی ساده است. قربانی رو روی این نیمکت چوبی میشیندن، دست و پاش رو با طناب میبستن، دهنش رو هم با پارچه میبستن، تنه و رانهاش رو هم به نیمکت محکم میکردن. یکی یکی آجر یا تخت چوب زیر انگشتای پاش میذاشتن و آروم آروم بلندشون میکردن، در حالی که بقیه بدنش روی نیمکت قفل مونده بود. با هر آجری که اضافه میکردن، رباط‌ها و زانوهاش بیش از حد کشیده میشدن و مفصل زانوش، این کشیدگی مدام بالاخره باعث شکستن کاسه زانو و تیکه تیکه شدن استخوان‌های پا میشد. عضله‌ها و تاندون‌ها رو کاملا نابود میکرد و پاهای قربانی غیر قابل استفاده میشد. ولی خب اگه این موضوع هم کافی نبود، شما رو همونجوری تو همون حالت می‌ذاشتن چند روز بمون. اره کردن، اما قطعا میدونیم اره کردن باید توی این مورد باشه. خب حالا بیاین ببینیم چه جوری اره می‌کردن. خب رومیان باستان و چینی‌ها عمدتاً به صورت عرضی یا کمری انجام میشد بریدنشون، ولی بعضی آدم‌های شیطان صفت فکر کردن خب این کافی نیست، اونقدر دردناک نیست، بیاین یه حرکت دیگه بزنیم، بیاین کار دیگه‌ای بکنیم. و میدونین چی؟ بیاین وارونه آویزونشون کنیم. خب این روش داره خودشو توضیح میده دیگه. قربانی رو وارونه آویزون میکردن، وقت وارونه شروع میکردن به بریدن. توی این موردها انسان‌ها قبل از اینکه اصلا واقعا بمیرن،
یعنی از خونریزی و اینجور چیزها، از ترسشون بوده که میمردن یا بیهوش میشدن. خب دیگه هم نیاز نیست واقعا در مورد این مورد با هم صحبت. و مورد چهارم، شکنجه با موش. طبیعت خودش میتونه منبع شکنجه هایی باشه که خیلی بدتر از شکنجه هاییه که به دست انسان ها انجام شده. حتی نیاز نیست با چیزهای ترسناک و بزرگی شما رو روبرو کنه، حتی امکان داره با چیزهای کوچیک بیشترین ضربه رو به شما بزنه. یک نوع مورچه سمی هست که عمدتاً در مناطق شمالی آمریکای جنوبی پیدا میشه. این مورچه یک نوع سمی داره که باعث آسیب شدید سلولی و تورم بیش از حد دردناک میشه. توی سال 2014 گروهی از روستاییان بولیوی 2 نوجوان متهم به دزدیدن چند موتورسیکلت رو دستگیر کردن. چون سیستم غذایی معمولاً به اندازه کافی موثر تلقی نمیشد اون موقع، روستایی‌ها خودشون دست به کار شدن. اون 2 جوان رو به درختی پر از مورچه سمی بستن. 3 روز این 2 فرد درد کشیدن و از سر تا پاشون شد پر از نیش. سینه هاشون جویده شده بود، ساق‌هاشون خرد شده بود و خب تقریبا همه جای بدنشون همچین حالتی داشت. و آخرین مورد، این نوع روش، خب من زیاد نمیخوام توضیح بدم، ولی اینجوری بوده که شما رو شکنجه میکردن، هر شکنجه‌ای. اگر زنده میموندین یعنی شما بیگناه بودین، و اگه خب زنده نمیموندین مردین دیگه، گناهکار بودین. و خب محاکمه‌های مختلفی داشته. محاکمه داشته با آتیش. متهم مجبور میکردن رو زغال‌های داغ راه بره که فلز سوزان توی دستش نگه داره یا اشیا رو از دیگ روغن جوش در بیاره. و خب تازه حالا چجوری میگفتن اگه هیچ نشانه آسیبی ظاهری نشون نمیدادی بیگناه بودی، یعنی یک دست میگه که روغن داغ و نمیسوختی تو بیگناهی. منطقیه. محاکمه با سم، هم باید معجون سمی شامل چند تا سم مختلف رو میخورد. توی لیبریا، غنا، قربانی‌ها مجبور بودن پوست درخت ساسود بخورن که سمی قویه که قلب رو خراب میکرد. که میتونستی اون سم از سیستم بدنیت بیرون کنی تو سالم بودی و بیگناه محسوب میشدی. ولی خب این نبود. و خب محاکمه هم داشتن، اونم با آب دست و پای متهم رو میبستن و تو رودخونه محلی پرتش میکردن. کسایی که میتونستن از بند آزاد بشن و به سطح شنا کنن از جرائمشون تبرئه میشدن. و خب در حالی که کسانی که مثل سنگ فرو میرفتن و محکوم بودن به طور تصویری و تحت الحرفی توی گناه خودشون غرق بشن. این هم بود از این ویدیو. اگه مجبور بودین شما فقط یکی از این شکنجه ها رو انجام بدین، کدوم انجام میدین؟ توی کامنت ها بگین و سابسکرایب یادتون نره.